اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر و خواهری عزیزم، آیا نعمتهای بهشت را میشناسی؟ خداوند متعال برخی از اوصاف جنت را با منظور ترغیب و تشویق برای دسترسی به آنها برای ما تعریف نموده است و بعضی از نعمتهای آن بیان شده و بسیاری از آنها را برای فراهم آوردن زمینه بیشتر جهت تلاش و کوشش بشر مخفی نموده است. انواع نعمتهای جنت هرچی بیشتر شناخته شوند، عقل بشر از درک و فهم آن ناتوانتر میماند، زیرا خوبی‌هایی در بهشت وجود دارد که بر هیچ فکری خطور نکرده و هیچ کسی در هر گونه حالت آن را نمی‌شناسد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بهشت و نعمتهایش را می شناسیم؟ بدون تردید آنجا سرای جاودانه و همیشگی می باشد. انسان بهشتی نه سختی می بیند و نه بدبختی، و نه در آن اندوهگین می شود و نه گریه می کند. لذتش را انتها و خوشیهایش را پایان نیست. نعمتهایش عقل انسان را متحیر و اندیشش را متعجب می گرداند. آن باغی است بسیار خوب و دارای نعمتهای زیبا، پس نعمتهای آن برای همیشه باقی می ماند و هرگز فنا نمی پذیرد. بهشت نیرویی است که می درخشد و ریحانی است که فضا را عطرآگین می کند. کاخی است محکم، نهری است جاری و میوه‌هایی است رسیده و دارای حوریانی است زیبا و خوبرو و لباس‌های بسیار در جایگاهی همیشگی و ابدی و دارای خانه‌های بلند و زیبا که برای اهل و صاحبانشان مانند ستاره‌هایی است که در افق می درخشد و همواره در حال نورافشانی می باشد. ابو هریره رضی الله عنه گفت: عرض کردم یا رسول الله، مخلوقات از چه چیز آفریده شده‌اند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از آب. عرض کردم ساختمان‌های بهشت از چه چیز ساخته شده است؟ فرمود: خشتی از نقره و خشتی از طلا. و میلات آن، میلات چیزی را گفته می شود که یعنی همان لایی که در بین دو خشت گذاشته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: میلات آن مشک خوشبو و سنگریزه هایش از مروارید و یاقوت و خاکش از زعفران می باشد. هر کس داخل جنت شود به خوشی زندگی کردن ناامید نمی شود، جاویدان می ماند و هرگز نمی میرد. لباس های اهل جنت کهنه نمی شوند و جوانی آنها از بین نمی رود. بنابراین جنت و نعمتهایش بسیار خوب و زیبا و لذت بخش می باشند. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران می فرماید: برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند نزد پروردگارشان باغ‌هایی در جهان دیگر، یعنی در جنت است که رودخانه ها از پای درختان آنها می گذرد، در آنجا جاویدان هستند. همچنین ایشان را همسرانی پاکیزه از هر پلیدی و نقص و خوشنودی خداست و خداوند رفتار و کردار بندگان را می بیند و نیت درونی ایشان را می داند. باغها و بهشت جاوید برای مردم مزین و آراسته و آماده شده‌اند که همیشه از خدا می ترسند و با تقوایند و با خاطر رسیدن به بهشت از خواهش‌های نفسانی دوری می کنند. زیرا بهشت مکانی است که باعث راحت و آرامی چشمها می شود و هر کس داخل بهشت شد هرگز از آن جدا نمی شود. حال برادر و خواهرم، آیا ممکن است که عقل انسان این همه نعمتها را درک کند و سپس نسبت به آنها بی‌رغبتی نشان دهد؟ این ندای خیر است که تو را به دلسوزی فرا می خواند و نیروی رقابت و مسابقه برای رسیدن به بهشت را در وجود تو تحریک می کند. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و به انجام اعمال شایسته به سوی آمرزش پروردگارتان و رسیدن به بهشت بشتابید
و بر یکدیگر پیشی گیرید که پهنای آن همچون پهنای آسمان ها و زمین است و چنین جایگاهی با ارزشی برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است. بنابراین به سوی خودداری از گناه و طلب بخشش از گناهان و زندگی ابدی در سرزمین جاوید بشتاب، زیرا بشارت دهنده به تو چنین مژده می دهد: ای کسی که خواهان دنیای پست و بی ارزش هستی، بدان دنیا جایگاهی بی ارزش و فاسد است. خانه است که یک روز آن شادی و یک روز دیگرش گریه است، چون این خانه نابود باد. بنابراین انسان دانا کسی است که این دنیا را فقط به اندازه رفع احتیاج خود بخواهد و برای به دست آوردن نعمتهای دنیای باقی و ورود به بهشت تلاش کند. خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وللآخرة خیر لک من الاولی. و به یقین آخرت برای تو از دنیا بهتر است. عاقل کسی است که به دنبال سعادت و خوشبختی همیشگی برود و در جستجوی بهشت باشد و برای به دست آوردن نعمتهای بیکران آن تلاش کند. راهی به دست آوردن جنت یقین داشتن به توحید و یگانگی الله تعالی و اتباع و پیروی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ادای فرایض و اجابت و دوری نمودن از اعمال فاسد، گناهان کبیره و کارهایی که خداوند حرام نموده است می باشد. همچنین نزدیک شدن به پروردگار با وسیله انجام نوافل و اعمال صالح و توبه و انابت به سوی پروردگار در هنگام تاریکی و خلوت و استغفار نمودن از خطاها و گناهان و لغزش هاست و رفتن به دنبال فراگیری علم و دانش و سعی نمودن برای فهمیدن و عمل کردن به علم و مداومت بر اخلاص و صدق و راستی به الله تعالی می باشد. زیرا جوینده این طریق در یقین یافتن راه سعادت ناکام نمی شود و جدیت و کوشش وی ضایع نخواهد شد. برادر و خواهری عزیزم، اگر یقینا خواستار جنت جاودانه الله سبحانه و تعالی هستی و میخواهی از نعمتها و اوصاف جنت با خبر باشی، پس این برنامه ما را پیگیر باش که در برنامه‌های دیگر از نعمتها و اوصاف جنت برای شما بازگو میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.